دشمنی با علی و پروردگار علی بشه، خوشا به اون دل که با ایمان بشه، با مرتضی هم عهد و پیمان بشه. تو مسجدی که اسمی از علی نیست، به خدا باید از ریشه ویران بشه، به خدا باید از ریشه ویران بشه. تو مسجدی که اسمی از علی نیست، به خدا باید از ریشه ویران بشه، به خدا باید از ریشه ویران بشه. علی علی حقیقت تموم دینه، کور بشه چشمی که نخواد ببینه. علی علی حقیقت تموم دینه، کور بشه چشمی که نخواد ببینه. فقط علی امیر و شاه مؤمنینه. روز قیامت که روز حساب کتابه، روز قیامت که روز حساب کتابه، بدون علی نماز روز سرابه. هدف همه هستی ابو ترابه، هدف همه هستی ابو ترابه. ابو تراب یا علی ابو تراب، یا علی ابو تراب، یا علی ابو تراب، یا علی ابو تراب، یا علی ابو تراب. آیا الله متعال به ما امر نموده است که با علی عهد و پیمان ببندیم، یا اینکه او تعالی از انسان عهد و پیمان گرفته که بنده تنها از او اطاعت کند و محبت و دوستی دوستان الله را همچون علی رضی الله عنه و دیگر خلفای راشدین و غیره برگزیند؟ الله تعالی در سوره جن در رد این گزافگویی ها می‌فرماید: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. و این فرمان پروردگار است که مساجد از آن الله می باشد، پس هیچ کس را با الله پرستش نکنید. با اینکه این مداح میگوید مسجدی که اسمی از علی در آن نیست باید ویران شود، ولی الله متعال می‌فرماید مساجد پایگاه‌های توحیدند که یکتاپرستی از این اماکن مقدسه منتشر می‌شود. الله متعال می‌فرماید: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند. یعنی هدف خلقت آفرینش انسان فقط عبادت و بندگی اوست. اما این مداح جاهل به پیروی از آیات و مراجع شیعه که با قرآن بیگانه هستند، هدف آفرینش این هستی را فقط علی می‌داند.